سلام به تویی که اینجایی. به سری پادکست های در آغوش آرامش خوش اومدی. اینجا یه گوشه دنج و بی قضاوت برای ذهن و دل تو. جایی که قراره با هم یاد بگیریم، آروم بشیم و لحظه‌ای فقط باشیم. من مایده خدایی هستم و هر جلسه قرار کنار هم درباره موضوعاتی مثل آرامش درونی و مدیتیشن حرف بزنیم و دوباره برگردیم به خود واقعیم. اگه دلت یه جایی میخواست که توش نفس بکشی، ذهنت رو سبک کنی یا حتی فقط برای چند دقیقه از هیاهوی دنیا فاصله بگیری، بدون که درست اومدی. ممنونم که من انتخاب کردی با مدیتیشن های در آغوش آرامش همراه باشی.